دوستان سلام، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد چیستی و ماهیت ماده تاریک صحبت کنم. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتم که هنوزه دانشمندا اطلاعات دقیقی از ماهیت ماده تاریک ندارن. اما همونطور که میدونید دانشمندان یک عادتی که دارن اینه که دست از تلاش بر نمیدارن و مدام در حال ارائه نظریه ها و فرضیه های جدیدی هستن. خاصیت علم تجربی اینه که مدام در حال بروز رسانی شدنه، مدام داره تغییر میکنه و مدام نظریه های جدیدی رو به خودش میبینه. پس در این مورد که البته مورد خیلی مهمی هم هستش، از این قاعده مستثنا نیست. یک سری نظریات، یک سری فرضیاتی دانشمندان در این مورد مطرح کردن و گفتن که اینکه شاید در آینده نقض کنن صحبت‌های خودشون رو و شاید هم تایید. به هر حال هنوز نمیدونن دقیقاً چیه، ولی برای اون یک سری دسته‌بندی‌هایی ایجاد کردن، یک سری فرضیاتی رو مطرح کردن که احتمالاً از چنین چیزهایی ساخته شده ماده تاریک. خب قبول داریم ماده تاریک وجود داره، اما انواعش چی؟ آیا دسته‌بندی هم انجام دادن یا خیر؟ آیا تحقیقاتی در این مورد انجام شده؟ ماهیتش چیه؟ اخترشناسا به دو نوع احتمالی ماده تاریک اشاره دارند. یک، ماده تاریک باریونی و دو، ماده تاریک عجیب و غریب که البته اسم رسمیش این نیست. پس به دو نوع ماده تاریک اینجا اشاره کردن دانشمندان طبق کتاب و اینکه گفتن ماده تاریک احتمالاً از این دو نوع هستش. خب ماده تاریک باریونی چیه؟ ماده تاریک باریونی همون ماده معمولی هستش و البته ذرات بنیادی مثل پروتون و نوترون که تقریبا همه چیز از اونها ساخته شده، خورشید و ستارگان و تمام اینها از ذرات بنیادی تشکیل شده، از اتم ها ساخته شدن. خود ما از اتم ساخته شدیم و اتم هم از همون ذرات بنیادی خودش مثل نوترون و پروتون و مثل اینها ساخته شده. به طور کلی به این میگن ماده تاریک باریونی. این اولین نوع. دومین نوع ماده تاریک عجیب غریب بود که این نوع شاید ملغمه ای باشه از ذرات زیر اتمی عجیب غریب. ذرات زیر اتمی رو ما دیدیم، نوترون و پروتون و الکترون، اینا معمولی هستند. خود ما هم از این چیزها ساخته شدیم. اما زیر اتمی های عجیب غریب چی هستند؟ این ذرات عجیب غریب شامل هستند بر نوترینوها، بهشون میگن نوترینو، که شک نداریم وجود دارن. یعنی طبق تحقیقاتی که صورت گرفته دانشمندان شک ندارن که نوترینوها وجود دارن. این یک. علاوه بر نوترینوها، اکسیونها، فوتونها و اسکوارک ها هستند که البته در حال تحقیق در این مورد هستند دانشمندان که آیا این سه تا وجود دارن یا نه، چون معلوم نیست هنوز که ذرات فرضی هستن، همینطور اسم گذاری شدن و هنوز کسی اونها رو ندیده. دیگر کاندیداهای تشکیل دهنده ماده تاریک عجیب غریب بزرگتر هستن. اون ستایی که گفتم، اکسیون و اسکوارک و فوتینو، اینا کوچیک هستن، خیلی ریز هستن. اما این کاندیداها بزرگترن ولی سهمشون زیاد قابل توجه نیست توی تشکیل ماده تاریک. یعنی مگه این که تعدادشون خیلی بالا بره که بتونن یک سهم چشمگیری داشته باشن و الا سهمشون اونقدر زیاد نیست تو تشکیل ماده تاریک. و این ذرات شامل هستن بر کوارک ها و فوتون ها. اینها یک کمی بزرگترن. پس همینطور که میبینید هنوز ماهیتش مشخص نیست. تمام چیزهایی که گفتم احتمالاته. فلان ذره بزرگتر یا بهمان ذره کوچکتر، تمام اینها توی یک دسته‌بندی فرضی قرار میگیرن و هنوز نتونستن صحت وجود اینها یا عدم وجود اینها رو تایید کنن. خب توی صحبت هام در مورد ماده معمولی صحبت کردم و ماده تاریک عجیب غریب هم یک سری چیزهایی گفتم. یک نوع سومی از ماده هم وجود داره، نباید اون رو نادیده بگیریم. به اون میگن پادماده.
خیلی عجیب تره. پادذره است. یه نکته تخصصی بگم قبل از اینکه وارد بحث پادذره بشم. سال 1929 یه فیزیکدان انگلیسی به نام پاول دیراک با تلفیق نظریه‌های مکانیک کوانتوم و الکترومغناطیس و البته نسبیت تونست تحت عنوان مجموع معادلات ریاضیاتی وجود پادماده رو پیش بینی کنه. چی گفت آقای دیراک؟ آقای دیراک به این نتیجه رسید که به ازای هر ذره زیر اتمی یک دوقلوی آینه صفت وجود داره. یعنی یک قلی داره. هر ذره زیر اتمی یک قلی داره. قل آینه صفت. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً مثل خودشه، منتها از لحاظ بار الکتریکی با اون کاملاً برعکس. یعنی چی؟ یعنی برای هر پروتونی یک پاد پروتونی هست و برای هر الکترونی یک پاد الکترون. هم جرم، هم اندازه، هم حجم، منتها از لحاظ بار الکتریکی متضاد. و وقتی ذره به پادذره میرسه به اصطلاح فیزیکی همدیگر رو وامیپاشن. وقتی واپاشی صورت بگیره تمام جرم از بین میره و تبدیل به انرژی میشه. ذره پادذره به همدیگه میرسن، همدیگه رو وامیپاشونن، جرم از بین میره و انرژی خالص تولید میشه. واپاشی یعنی نابودی و در اینجا به معنی خنثی کردنه. یعنی پروتون وقتی به پاد پروتون میرسه همدیگه رو خنثی میکنن، همونطور که گفتم انرژی خالص تولید میشه. خب چرا بحث پادذره رو آوردم؟ میخواستم بگم نوع سومی از ماده هم هست که اتفاقا عجیبتر از ماده تاریک هستش. به هر حال ماده تاریک یک سری فرضیاتی هستن که حالا وجود دارن یا وجود ندارن در مورد اون چیستی ماده تاریک. اما پادماده بهتره بگم که عجیبتر از ماده تاریک. چرا؟ چون یکی از اسرار بزرگ عالم اینه که چرا تعداد ذرات خیلی خیلی بیشتر از پادذرات هست. چیزی که طبیعیه، چیزی که ما میبینیم اینه که تعداد ذرات خیلی بیشتره و الا اگر بیشتر نبودن الان مایی وجود نداشت که بخوایم این محتوا رو تولید کنیم یا بیننده‌ای اصلا وجود نداشت که بخواد فیلم رو ببینه. چرا؟ چون ذره که با پادذره برسه انرژی خالص تولید میکنه و در کل همه چی از بین میره، همه چی میشه انرژی. اما اینجور نشده. چرا واقعا؟ هنوز هم هیچ کس نمیدونه. پس همینطور که میبینید تازه این پادماده دیگه عجیبتر از ماده تاریک هستش. چون اینم نمیدونن دانشمندان که تعداد ذرات خیلی بیشتر از پادذراتن. دلیلش چیه؟ آیا واقعا نظریه‌ای که پاول دیراک مطرح کرد صحت داره یا خیر؟ واقعا کسی نمیدونه. اما خوشحالیم که توی یک زمانی زندگی میکنیم که واقعا انرژی خالص نیست و جرم هم وجود داره علاوه بر انرژی و میتونیم تفکر کنیم، میتونیم دنبال کنیم سلسله مراتب پیشرفت علم تجربی رو تا بدونیم که چه اتفاقاتی در جهان هستی داره رخ میده. از این که تا پایان ویدیو همراه من بودین کمال تشکر دارم. خدایا رو نگهدار.